داری یا چیکار میکنی؟ از دیوانه خونه گرفتی؟ یه خیز وقتی خواب از رو یختی خیز زودتر خیز زودتر این قدر وقتی تو یاری کش پایم کش زودتر همشهری تو کیستی؟ از دیوانه خونه گریختی؟ مردی چی؟ همشهری گرسنه بودگیستی گیر من معمر پر راش معمر خور ای همشهری تو در این سحری بر وقت در راه یاهن چیکار میکردی ها؟ با من نگاه کن یا خانه نداری یا از عقل بیگانه شده ای تشکر به شما سلامت باشی ممنونم حاضر پرسیدن نمیدیست همشهری چای می نوشی؟ سلامت باشید انا چای تشکر به شما حاضر یا خدا تشکر والله همشهری خیریت که من این سحر اینجا آمدم خدا نشان ندهد وگرنه چی میشد ها؟ نه برادر شما نادرست فهمیدید چی خیلی نادرست؟ برادر یک روز از خواب بیدار میشوی میبینی که کودکت رو دزدیدند پس دوستی از همه نزدیکت تو رو کشتن میخواهد بعد یک نفر او را نگاه میدارد وی هم برای فرمان رو اجرا کردن تو را مشت و لگد میزند بعد بیهوش میشوی وقتی که به خود میایی میبینی که تو رو در راه آهن پرتافتند دست و پایهایت رو جنبانیده نمیتوانی صدای قطاره نزدیک شده ایستاده رو میشنوی و وقتی میفهمی که همه این رو دوستی از همه نزدیکت کرده است قطاره نزدیک شده ایستاده وجودت رو بیشتر میسوزاند
نخود در حقیقت میخل باشد. شما فکر میکنید که دروغ میگوید؟ تنها آدم دیوانه خود رو برای آهن میپرتاید همین خیل؟ از تو بوی عرق نمی آید. البته من هم بوی عطر نمی کنم. خانم شما اینها رو از شب تیار میکنید ها؟ البته از شب سحر بر وقت به تنور میگذاریم. خدا بسیار خوب آمده است. دستتان در رو. عاشتان شود. کیراز تیار کرده این رو به هنر هم نشان دادی ها؟ من هم به او بسیار چیز آموزاندم. بگوید از مردی بمب سازی که زیر نظارت بود یگان خبر هست؟ رانا چند مرتبه در این مسئله با تو گپ زدیم. مسئله ای که حالا به سود گذشته است چطور از پلیس میپرسی؟ شد ایستد. همه وقت یکدیگرتان رو میخورید. اقلا در اینجا یکدیگر رو نخورید. در اینجا فقط سمبوسه میخورند. همین طور نه خانم؟ تو اینها رو در اینجا دیدی؟ در خانه دیدی یگان مرتبه؟ تیموری تو در خانه موم است موم. اپا نه نخور. نادرست است سردارم. من این موضوع رو پنهان کرده نیستم. در خانه ما رئیس معلوم است. خدا رحمتی مندرس این طور نبود. هم در خانه و هم در جای کار مثل پخته بود. وقتی که با مندرس در شعبه ضد غارتگری کار میکردیم، جوانانی که برای سوال و جواب می آوردند در وقت جواب دادنشان گریه کرده او را با آغوش می گرفتند. مندرس برای آنها عکا بود. برای آنها را به خود جلب کردن. همیشه حرکت میکرد. نفری که در پهلویش با او بود چطور انسان بودنش را فهمیده میتوانست، چون که قلبش مثل پخته ملایم و رفتار شفاف بود. در رفتی خانه‌داری همان یگان مرتبه به من دست بالا نکرده بود. یگان مرتبه آوازش را بالا نکرده بود. هیچ وقت باری او را کاهش کردم برای دیر آمدنش. او با غضب به من نگاه کرد. همان وقت خسر و خشتامانم با ما میزیستند. مندرس رو در این حالت دیده او را مندرس رو سخت کاهش کردند. اگر به او دست برداری شیرم رو حلال نمی کنم گفت خشتامانم. باور میکنید که این اولین و آخرین غضب مندرس بود. این که انسان ها بر وقت از عالم میگذارند میگویند، چون که وقت با آدمان خوب و کسی که رفتار خوب دارد تیزتر میگذارد، با آدمان بد باشد آهسته میگذارد. برای همین از آدمان خوب سیر نمیشویم. همه وقت بر وقت گذشت میگوییم. همش همین. همش در دیر از چیکار میکنی؟ رفیق سردار همون آدمی که زیر نظارت است. از برای خدا رانا یک لحظه جمشین. کوفت و کوف کردم رفیق سردار. با اهل اویله و رفیقانش صحبت کردم. دوستانش گفتن که او هر شب به مای خانه می رفته است. همش رو به نوار گرفتم. به قید موندیم. میدونید با نزدیکی با فرمانی اکهایش دادرش بیاناته شد. این وضع کرده است برای شریعت رو رعایت نکردن خواهرانش او را به سود دادند. اکنون رفیق سردار در این زمان با این خیل مسئله ها بسیار با میخوریم. بسیار با میخوریم رفیق سردار. بله. این خیل باشد وای گفتش رو برعکس میکند. برای میتینگ پول ندادند، به حساب بانکیش پول نگذاشتند. تفتیش کردیم راست برآمد. چه افتاد آن رو؟ ما خبرنگاران هیله های خودمان را داریم. ما خبرنگاران هیله های خودمان را داریم. نگاه کن رانا، خاموش شو اکنون. چیزهای یافتگیت را برای خودت نگه دار. بسر کرد. اگه چای گرم بیارم؟ آره. رانا جان به تو هم بیارم. تشکر. برای خدمت‌هایت تشکر اکای ما. نمیارزد. تو خودت را احتیاط کن. اکا تشکری زیاد برای همه چیز. نمیارزد. گفتم که وای در جیبم پول ندارم. تلفنی همراه نیست. گیر. اکا هیچ گپ نه. برکت یابید. در وقتی که تو برگردانیده میدیم.
بخشش. هیچ گپ نه. گفتم کو راستی درباره خودت نقل نکردی. کیستی؟ از کجایی؟ نامت چیست؟ در کار نیست که ندانید بهتر. پگاه یا روز دیگر پولتون رو میارم. هیچ گپ نه. رو گفتم رو. هیچ گپ نه. آها. تشکر اکا. با من نگاه کن. به خانه میروی؟ نه اکا. اول با یک جای دیگر رفتنم در کار. خیر نباشد. خدا حافظ. لبا یکا. بله یکا. همه چیز گفتگیتان برین شد. مسئله نیست. یگید پیشتر برامن. تمام. ممدو همه کار رو میکردی، اما ذوالفقارم رو باید نمیرسیدی. چه خیلی که هیلام مرا یاد کردی ها؟ غیر از تو دوست ندارم دیگر. دوست هم دیگر ندارم، یگان تا نیست. الو. زود از آنجا دور شو. الو تو کیستی؟ یگید بلدوزال. زود از آنجا دور شو. تو کیستی؟ از کجا؟ مدارت رو به گور انداختی. 20 ثانیه مونده است. از آنجا گریز که تو رو کشتن میخواهم. کی کشتن میخواهد؟ به جای سوال دادن از آنجا دور شو. مدارت به هوا میپرد. من رو از کجا میشناسی؟ صدایی که از مدارت میبره نمیشنوی. زود آنجا رو ترک کن. تو چی ها میگویی؟ الو.
کوهیلان 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 تو هم رفتی کوهیلان تو هم پرتابته رفتی کوهیلان به شما یاری لازم است. ایگید چه شده در اینجا؟ در کجایی که اگه واقع باشد تو هم در همان جای حادثات تو را می‌یابند یا تو آنها را نفهمیدم؟ رفیقان از جای حادثه و بمبجویان گفتند سردار در موتورسیکل یگید بمب گذاشتند. با پول یا اینکه با ساعت معین کردید؟ در این باره معلوماتی نیست. شکر کردن در کار با سبوکی نجات یافتی. در وقتی کفیدنش در بالایش می بودی بختم بلندی کرد. تقدیر همین بوده است. و تو در این ساعت چی میکنی در اینجا؟ برای گرفتن موتورم اومدم. برای گرفتن موتورت آمده بودی؟ به خانه را یک شستشوی کرده کمی خواب کن تا که به خود بیایی و بعد به کار بیا. بیاد رفتیم بچه ها. رفیق سرکمیسر بگوید که به شما چی یاری کرده میتوانم؟ چی یاری کرده میتوانی؟ زودتر شفا یابید. خدا شفا دید برادر. بیاشین تو رو تا خانه برم. نمیخواهم. بس لازم نیست. شد اکنون تو مرا مسخره میکنی. میدانم لیکن هیچ علاج نیست. خیر بیا شد یک پوف کنم آخر میافتیم. بیا. پسرم فاتحم برای تو رو محافظت کرده نتوانستنم. مرا ببخش. کی میداند حاضر در کجا هستی؟ بوی آن حریف کثیف چقدر تو رو ناراحت میکند. برایت پدری خوب شده نتوانستم.
бале. ҳозир даратро мезананд. ҳамин садои дар буд. ту ки ҳастӣ? маро аз куҷо мешиносӣ? барои инро гуфтан вақтам нест. гап зан. ту ки ҳастӣ? кӯшиш мекунанд ки даратро шикананд. зуд аз дари қафо баро. хонаро тарк кун. туро мекушанд. ки? وای در اینجا. آیسته. تشکر زیاد. نمیارزد. شفا یابید. مرحمت شینید سردارم. چی شد سردارم؟ با خدا چی شد؟ فهموندم کو. ویرانه میپرسم بگید. تو فراموش خاطر شده ای چی؟ چی خیل فراموش خاطر سردارم؟ بگید کجایی که نروی حادثه رخ میدهد. میترسم که پگاه جنگ سوم جهان از پشت تو سر میشود. نخند. جنگ یکم جهان از چه سر شد؟ فقط از یک تیر. بعد از پشت یک تیر 50 میلیون آدم کشته شد. سردارم. با من سفسطه نخوان. چیزی که نمیدانم آن را نقل کن. سردارم هیچ گپ نیست. درباره کارم همه چیز رو میدونید. میدونید کو. درباره وظیفه داره. اما در زندگی چه شده است؟ آخر مراتب میپرسم. نگاه کن. نمیدونم لیکن چیزی است که میخوام آن رو دانم. درست سردارم. آخر همه چیز را دانستنتون شرط نیست. خوب. بس خیلی که خواهی.
وقتا شاید خودت نقل میکنی. اگر خواهی امشب به خانه ما بیا. در خانه تنهایی. خوراک میخوریم. ینگل چای میکند. تشکری زیاد سردارم. وضعیت رو میبینیم. خوب. پس خودت رو احتیاط کن. از یگان واقع دیگر تو را خلاص نمیکنیم. برادر، نجیب سردار خفه شد. اگر مسئله باشد حل کنیم. نه تیمور، نه آخر. چی مسئله؟ این خیل باشد به گفتی سردار. خودت میدانی. چی میخواستی؟ فرقش چی رفیق سرکمیسر؟ از دو سر جواب نمیدهید. خیر نباشد. خیر نباشد رفیق سرکمیسر. مرحمت. غلط شد به فکرم. من باید به شعبه اطلاعات میرفتم. همینجاست. مرحمت. درمان مدیر خالی است؟ شما یگید گندوزال؟ بله. از شعبه یاری؟ بله. با مدیر در کدام مسئله صحبت میکنید؟ مسئله شخصی. مسئله رو فهمیدن در کار. خفه نشوید. اینجا شعبه اطلاعات نیست مگر؟ بله. این طور که باشد مسئله مخفی بودنش رو هم شما البته میدونید. یک ثانیه. مدیر مهمانتون آمد. بله. خب مدیر، مرحمت. مدیر گفتن که تنها درآیند. گذشته شنیدید کمیسر؟ گوش میکنم. تشکری زیاد مدیر. 11 دقیقه دارید. برای شما چیکار کرده میتوانم؟ درباره ممدو صحبت کرده میخواهم. گوش میکنم. از شما در کجا بودنش رو پرسیدنیم. کارمندان ما بسیار گپ نمیزنند. و ما هم به سوالها جواب نمیدهیم. اصلا ما به سوالها جواب میجوییم. آن همین طور نمیدانم. فهمانده توانستم یا نه؟ مدیر، ممدو هم سبق هم میباشد. با من اینها را نقل کردن در کار نیست. در باره تو همه چیز را میدانم. ما وقتی که یک نفر را به کار میگیریم رفیقان او را، همسایه ها و حتی خویش و تبارش را هم میسنجیم. وقتی که ممدو را به کار گرفتیم در باره تو هم معلومات گرفته بودیم. جناب مدیر، ممدو با بعضی آدم های شبهناک مناسبت دارد.
او برای همین در این شعبه کار میکند. چون این نیست. خوش، با اجازت شما. شین، آنچه درباره رفیقت میگویی باعث غم خوردن نیست، چون که ما هیچ چیز را از نگاه شخصی به اینابت نمیگیریم. گوش میکنم. باید بگویم با بعضی آدم های شبهناک مناسبت کردنش را دیدم. با کیها؟ نمیدانم. آنها چی کارند؟ انیق نمیدانم، اما آنها درباره من بسیار چیزها را میدونستگی برین. خیر. جناب، من یک پسری 3 ماهه دارم. نامش فاتح. خدا یارش باد. میبخشید جناب. 3 دقیقه دیگر داری. معذرت میخواهم، وقتتان رو گرفتم. از ممدو یک چند وقت می شود که ما هم خبر نداریم. دیگر چی؟ وقتی که از در برآمدی همه گفتگی هایمون در همین جا ماند دلتیماس. کیستی؟ برای تو یک چیز فرستاد. کی بودنت رو نگویی، با تو گپ نمیزنم. چیزی را مون کرده که به پسرت تعلق دارد. چی؟ اون چیز در جای کارت است. تو را الیا باور نکردن هم گناه. با ناشناسگی با تلفن گپ میزند، باور کنی همین خیل میشود. رفیق سرکمیسر، چرا آمدید؟ امروز باید استراحت میکردید. بخشش که آمدم حلیمه. عذر. کاش که از تو اجازت پرسیده می آمدم. استغفرالله، با فکرم بسیار در استراحت. معلوم است. از کجا فهمیدی؟ رفیق سرکمیسر، خوب میشد با نجیب سردار صحبت میکردید. حلیمه، در این مسئله با تو گپ زده بودم. دیگر از این موضوع صحبت نمی کنیم. ها، با نام شما یک نامه آمد. نامه؟ کی آمد؟ همین صبح. برای چی نگفتی؟ انا گفتم. در کجا؟ در جزودان. مرحمت. تشکر.
این فاتح کو. خانه حلیمه. زیر نقاب کی باشد؟ این؟ ممدوح؟ رزیل برای چی این خل کردی؟ برادر شرم نمی کنی که در اینجا فیلم های بشرمی تماشا میکنی؟ چه خیلی بشرمی؟ پس چرا خاموش کردی؟ چی تماشا داری؟ ما هم بینیم. یگان گپت هست تیمور. چی گپ شد؟ تو امروز باید استراحت میکردی؟ چرا امروز همه با من یک سوال رو میدهند؟ نفری که زیر نظارت بود هنگام دستگیر کردنش را کسی با تلفن به نوار گرفته است. همون را تماشا کردنی بودم. مرحمت بین. درباره واقعه آن روز چیزی گفتنی نیستی برادر؟ مسئله آن واقعه رو حل کرده بودیم. نه حل نکردیم. تا حال جای بمب رو از کجا دانستنت رو نگفته ای. احساسی پیشبینی رو نمیدونی؟ احساسی پیشبینی؟ از کی؟ برادر و جای تو می بودم همه چیزی می دانستگیم را می گفتم تا که بسرت بلای نهایت. برای نصیحتت تشکر. خداحافظ. خب ما این مسئله رو میبینیم حتما. یکی تو چی میکنی اینجا؟ وای سردارم. وقتی که آمدی تیمور و حلیمه رو هم جیغ زن. در بین 5 دقیقه در اتاقم باشید. مجلس میکنیم. اما سردارم من برآمدنی بودم. 5 دقیقه. خوب رفیقان، پیش از موسم تابستان در آمدن حسابات تیار کردنتان لازم. چیزی که میدونید لایحه همون یک پیلوت بود. دوام دادنمون در روزهای نزدیک معلوم می شود. برای این خوب حلیمه این دفعه جواب گوی. بعد از گپ زدن تلفنت را خاموش کن. بچه ها من در وقت مجلس تلفن‌هایتان را خاموش کنید یا همراه نگیرید. الو تلفن رو بگیدی؟ چی شد؟ رفیق سرکمیسر رو میپرسند. کی را؟ یگید رو؟ ها. این خدا چیگر بگید. از کدام روز حلیمه را تو کاتبه خود کردی؟ الو. سلام بگید سرکمیسر. شما کی هستید؟ چه؟ نمیشناسید دوزی پسرتون رو؟ شناختم. رو دوزیده یک بار دستش رو حلال کنم گفتم. یک نفر رو میشناسم پیش سرتراش بود. بسیار اسباب خواهش هم زنگ زدن. میشنوی؟ گوش میکنم. با فکرم وقت نداری. با حلیمه در وقتی کار شخصیتون زنگ زدن. نفهمیدم. چیکار کنیم؟ اکنون باز یک نفر دیگر است که فکرش رو میکنی. حلیمه هم خانم خوب است. میدونم که او رو دوست میداری. کمی کارم هست. بدتر میتونید زنگ زنید. با فکرم این مرد خیلی سیرکار است. لیکن من میخواهم که او بعد از 30 دقیقه به مغازه میبین فروشی موندا برلیک بیاید. نباشد چی شدنش رو خوب میدونی. خوب نباشد میفهمم.
سردارم با اجازت شما برآمدنم در کار. دیگه نمیبینی در مجلس هستیم؟ در کجا آمده بودیم؟ سردارم خواهش دارم از شما. یکی در جای چین. یکی با تو میگویم در جای چین. ببخشید سردارم. با او چه شده است؟ کی بودنت را نگویی تلفن را خاموش میکنم. کمی پیش به تو یک نفر زنگ زد. چه گفتی تو؟ این بوزی نیست. نه، به من هیچ کس زنگ نزد. تلفن همراه ندارم، گم کردم. کمی پیش به تلفن رفیق زنگ نزده بود مگر؟ تو این رو از کجا میدونی؟ بابا خوری اون نرم، به تو ضرر میرسونند. الو. مرحمت جناب، به شما چی یاری رسونم؟ وای من برای خانه نشست میبل میکوبم. مرحمت به این طرف بیایید. مرحمت بیایید. این مدل همین سال است. تخته و رنگ دیوان رو چه خیلی که شما میخواهید همون خیلی میتوانیم بسازیم. میبخشید یگان نفر رو انتظار بودید؟ نفهمیدم. یگان نفر رو یعنی کی؟ بله، تو رو انتظار بودیم ابله. نخلیات آماده. گیرید این را زود از اینجا. صاحبانی مغازه رو چیکار کنیم؟ آنها بیهوش نیستند مگر؟ بله. رویتون رو دیدند یا ندیدند؟ نه. خوب، نباشد همین خیل مانید. خز حیوان پیسری من در کجاست؟ در کجاست؟ کی بود؟ کی بود؟ تو چی میخوایی ناکس؟ تو از من چی میخوایی؟
کی بود؟ از من میپرسی؟ کی بود؟ پدرت بود حیوان. کی بود؟ کی بود حیوان؟ کی بود؟ من بودم، من حیوان. حرام شدی اکنون ها؟ حرام شدی؟ کی بود؟ شما بیمار هستید حیوان ها، عقلتان را خورده اید. کی بود؟ پسرم در کجاست رزیل؟ پسرم در کجاست؟ کی بود؟ مادرت بود دوکس، مادرت بود. کی بود؟ حاضر فهمیدی کی بودنت رو ها؟ کی بود؟ کی بود؟ زنی که تو را میکفت کی بود؟ گفتم که مادرت بود. کی بود؟ با فکرت میدوند؟ میدونست بر وقت میگفت. برده پرتوی دریا گندم. کودک رو چی؟ در دست تویسته لازم میشود. ای دادر جای خوابت را نیفته ها؟ یگید؟ به تو چی شد؟ این شغل است. آهسته 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 دادر، آهسته 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 دادر، آهسته آهسته. انا رسیدیم آهسته آهسته. حاضر
حاضر در رو شایان کنی. بیا دادر بیا کنی بیا نه oysta کنی بیا oysta da کنی oysta انا حاضر درو oysta وحشی ها نجم خوب کن آرام باش دادر. نیممک های دادر به تو چی شد؟ تو را از خانه پیش کردند. اینجا کجاست؟ اینجا سرای نعیم عمکت معقول شد. چرا من اینجایم؟ باید من تو را پرسم در کوچه چرا خواب بودی ها؟ در کوچه؟ دادر این را با دندانت من برای تو ملهم تیار کردم. این را مالیدن گیر تا نزد دختر رفتنت خوب می شود. اما کم باید میمونیدی. خیریت گذشت. میسوزد دادر میسوزد. حرارت را چی پس میکنند دادر؟ حرارت رو بازن گرمی میبرد. مثال چای در گرمی آبی خنک نوشی تشنه میشوی. تو چای گرمش بعد دین حرارت چخیل میشود. دادرم یکیت همین خیل است. بعضا خنکی گرم میکند. دستاید اگر یخ کند برف لازم برف. وقتی که دستانت یخ میکند برف آنها را گرم میکند حیات همین خیل با زخم ملهم در کار. بعضا آتش رو میکشد. پایون سردی گرمی است. یک وقتا با من گفته بودند با چشمم ندیدم لیکن در قشلاق میگفتن یک شب عرابه از خنکی در گرفت. راست یا دروغ نمیدانم. نه اما در ارزروم همین خیلی روزها میشد که از خنکی عرق میکردی. میفهمی؟ بعضی کارها برعکس میشود. مثل که بسویت گل میپرتویند تو از ضربش زخمی میشوی. این وابسته به مقصد دوستت هست. باری کشتی خضر علیه السلام آمد. موسی علیه السلام به خضر علیه السلام چنین گفت من با دو ضرری رسد. خضر علیه السلام جواب داد که با من باش اما چیزی نپرس. اما موسی علیه السلام میپرسد برای چی؟ چون که ما انسانیم میخوایم همه چیز موافق میل ما باشد. لیکن حکمت این کار را بد میفهمیم. اما من نفهمیدم. یعنی دوستت به تو گل نیو سنگ هم پرتوید هیچ چیز نگوی. نمیدونی چی حکمت دارد؟ با او گوی که برادر باز یک سنگ دیگر پرتو. دستی همین کبر است. تشکرم اک جان دندانم درد میکند. دادر کجا میروی؟ یگون چیز تیار کنم؟ خورده نمیتوانم دندانم درد میکند. اختیارت خودت میدانی. بیا دادر بیا دادر. آهسته انم خیلی آهسته.
از خواب برای فاتح دعا کنیم. بگو خدا جان پسری امک یگید فاتح رو کمک کن. وای بهترین برادر من است. او رو خیلی یاد کردم. میترسم که به سرش بلای نآید. آخر وای هم مثل من ضعیف و ناتوان است. او را در پناهت نگه دار خدا جان و با ما برسون. به دادمون برس. آمین. کی باشد؟ رفیق سرکمیسر؟ ببخش در این پاسی شب آمدم. نه استغفرالله مرحمت. نه میدونی برای چی آمدم؟ بلابتون چی شد؟ حلیمه حاضر فهمونده نمیتوانم. وقت کم. تشکر به تو. یک چیز میگویم اما تو سوال نده. فهمو؟ دخترت پینه رو گیرو میبرویم. با کجا؟ سوال نده. چرا؟ بعضی چیزایی هست که نمیدونی. تو و دخترت در خطر هستید. تو و کودکت. میخوام یک چند روز در خانه نجیب سردار مانید. نمیتوانم. حلیمه مرا نمیفهمی. بله رفیق سرکمیسر، در حقیقت شما رو نمیفهمم. امروز مردی که با تلفن تو زنگ زده بود در وقت مجلس، همون کسی که مرا پرسید. بله وای کی بود؟ اونه که پسرم را دزدید. چی؟ بله. و اگر تلفن تو را داند با تو یا اینکه با دخترت ضرر میرساند. کمش یک دو روز در یگان جای به خطر استید. مادرم چی؟ مادرت را جیانت نگاه میکند. فکر میکنم که به او ضرر نمیرسانند. یعنی شما گفتنی که من مادرم رو پرتافته خودم به یگان جای به خطر روم؟ بله. تو و دخترت. مادرم در نظرم نباشد چه خودم رو به خطر حس میکنم. ببخشید نمیتوانم. حلیمه برای چی فهمیدن نمیخواهی؟ اقلا درباره دخترت فکر کن. نه اصلا. باز یگان گپ دیگر دارید. شبتون خوش. این خیل باشد در نزد درت نوبت چی میمونم. رفیق سرکمیسر
شما کی اومدید؟ نشونیدم. من نرفتم. تمام شب در همینجا بودید؟ یا اینکه نوبت دور؟ جیانت بیاید کودکت رو گیر میرویم مایلش. به دکان ینگای کیروز میرویم. کودک رو در اونجا میمونیم. خوب مایلش. مرحمت درایید صبحانه میخوریم. تشکر. وقت کم است. تستر برایم. مایلش. رفیق سرکمیسر، اگر اپای هنر کودک شما رو پرسد چی میگوییم؟ آخر دزدیده شدنی فاتحه رو نمیداند. بیا رفتیم. ما علاج دیگر نداریم. چی شد؟ با ما صبحانه خوردن نمیخواهید مگر؟ چرا نه؟ مرحمت گذشته شینید. بخیر است. پینه را با خود آوردید. سلامتیش خوب است. چی شد؟ نه، چی باید شود؟ شاید بیمار شده باشد. راسته رو نزد شما ماندنی بودم. کمی خرسند میشوید. نمیدونم اگر برایتون وزنینی نکند. کی راز میداند؟ هیچ گپ نی. برکت دکان بیشتر میشود. فاتح در خانه میماند مگر؟ فاتح اندک بچه شوخ است. وای در این خیل جایها زیغ می شود. کی میداند او حاضر در کجاست؟ قند و عسل شیرینه. کنی بیا 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 بیا. اینقدر بزرگ شدی. خیر ما میخیزیم. مگر صبحانه نمیخورید؟ رفتیم. صبح بخیر. صبح بخیر. اوه که ها رو میبینم. وای 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 این کی باشد؟ های 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 بیا. خوش چی خبر برادر؟ امروز یکان دویدی نو آوردی ها؟ شیرینکه. حلیمه من میروم. ما آمدیم و شما میروید. کارمون زهرو رفتنمون لازم. آخر صبحانه نمیخورید مگر؟ کجا میروید؟ صبحانه تیار. ببخشید اپا دفعه آینده. با سرکمیسر رفتنم لازم. چرا اینقدر شیرینه که تو ها؟ چی گپی هست؟ موسی جبرین آنها. این گپ رو از کجا برآوردید اپا؟ نه نه حتما چی گپی هست. رفتار یکی دیگر است. خوش رویک است این دختر. تو زیبایک زیبایک. با تاکسی شینیم چی؟ نه رفیق سرکمیسر، با اتوبوس میشینیم. ایستگاه دور نیست. اختیارت. ببخش حلیمه. استغفرالله. شب از خبری تو خیلی ناراحت شدم. تبم رو خیره کردی. به صورت صحبت پا گذروندند. تو مرا میشنوی؟ وقتت خیلی کم است. زود باش. اگر راستش رو فهمیدن خواهی حسابی بانکیت رو در بانکمت تفتیش کن. در نزدیکیت یک تا هست. زود باش. رفته بین. تو مرا تعقیب کرده ایستاده به شرف؟ برای حقیقت رو فهمیدن کمی دیگر مونده است. حلیمه من از اینجا کمتر پول گیرم مایلش. تو اگر خواهی در ایستگاه انتظار باش. خوب شد است رفیق سرکمیسر. رفیق سرکمیسر یگان دشواری هست. نه
150,000 لیره. این چی است؟ این پول از کجا آمد؟ در بین شما خواهیده است که این کارها را بجا می‌آورد. کی بودنش را فهمیدن خواهی؟ این سحر اولین نفری که در این باره گپ می‌زد. نگاه کن. الو. پنج دقیقه پس در اتاقم باش. اطاعت سردارم. همین خیل میستیم سردارم. خدا شکر. با تو چی شد؟ چی خیلی یعنی؟ چی خیل گفته پرسیدنت؟ باز سرت بالای دیگر نارد. برای دیروز در وقتی مجلس برآمده رفتنم میبخشید سردارم. بخششت قبول نشد. سردارم از کار راندنی باشد رانید. هیچ چیز نمیگویم. لیکن به من این خیل نگاه نکنید. تو وقت آخر دیگرگون شده ای. کمی پیش هنر تلفن کرده بود. وای همیز کرده است. چیزی را که تو پنهان میکنی اگر با کار دخل داشته باشد این معنا دارد که به من هم دخل دارد. فاتح بیمار است؟ نه سردارم بیمار نیست. دادرم دیشب از فکر تو خوابم نبود. این چی در داشته باشد گفتم. یک پسر داری و جای کارت. بخشش برای خوابتون نبردم. بخششت قبول نشد. این خیل باشد من روم. خوب پس برو. صورت حسابی در بانک داشتد را تفتیش کن. چی سردارم؟ صورت حسابی در بانک داشتد را تفتیش کن. با تو 50 لیره مکافات پول میدهند. شنیدم برای آخرین کارهایی که با موفقیت انجام داده ای. 50 لیره میگویید؟ معقول نشد؟ چیکار کنیم برادر؟ مکافات پولی پلیس همین قدر است. خوب سردارم تشکری زیاد. برادر تیمور برای اینقدر آزار نده غمگینم. شنیدی؟ چی را؟ خبر رسید از شعبه یاری یک نفر به مقدار زیاد رشوه ستانده است از آدمان نامعلوم. چی گفتی تو؟ از پروکراتور اجازت گرفته این کار با عهده من است. صورت حساب‌های بانکی همه تفتیش کرده شدند. معلوم که بی‌فایده نیست. از تفتیش با پروکراتور فایده زیاد میرسد. در کجا؟ در کجا گفتم؟ این چی مناسبت؟ چیزی که میدانی کیهاین این حریفا؟ چیها میگویی برادر؟ گفزم تو هم داخلی در همین کارها همین خیله؟ بیامان یکی دیوانه شدیم اگر یکی مثل کودکا جنگ کرده با گریبان هم دیگر میچسبید. اینجا جای کار فهم است؟ تیمور مسئله سنجش حسابهای بانکی را شروع کنید. تستر کنید. کمی پیش شروع کرده بودم سردار. خوب من به مجلس میروم. صورت حسابی بانکی را اول از که شروع کردنمون معلوم شد. مثل که حیران نشده ای. چیزی که از دستت میآید همان را کن. رفیق سرکمیسر با این قدر دشواریه که دارید باز به یاد آوردن روز تولدم تنها شما به یاد آوردید. لیکن لازم نبودند این گلها. کی فرستاده است؟ شما نفرستادید. از نوشتجاتش خوشم آمد. نوشته شده است این گلها در تنهایی می شکوفند. چی گفتی؟
کی این رو به تو فرستاده است؟ مگر شما نفرستادید؟ رفیق سرکمیسر چی کار کرده استادید؟ رفیق سرکمیسر انیق رجب کپیتان 3. رفیق سرکمیسر آخر به کجا می روید؟ حلیمه امروز اگر سلامت برنگردم یا اینکه واقعی شود فرزندم به تو امانت مایلش. آخر بگوید رفیق سرکمیسر. السلام علیکم امک. علیکم بر سلام. در همین جایها کاپیتان رجب میزیسته است، نمیشناسید؟ نه نمیشناسم. میبخشید. سلام علیکم. و علیکم بر سلام. میبخشید در همین جایها کاپیتان رجب میزیسته است، نمیشناسید؟ رجب کاپیتان؟ بله بله. یک کاپیتان رجب بود، سالهای 63 شناس بودیم. خیلی اسکی رحمتی شده است. مگر یگان کاپیتان رجب دیگر نیست؟ با خدا باشم بغیر از همان کسی دیگر را نمیشناسم. تشکری زیاد به شما. این رجب میگفتگیش کی باشد؟ رجب کاپیتان. خالی هست. کاش که ذوالفقار در دستم بود. از کجا یاد؟
فخر نکن شاهم. از تو بزرگ خدا است. ای فاتحم، خودم رو کیم کی گرفتم، لیکن تو رو نگاه کرده نتوانستم. انا همین خیل مشت میخورند، لیکن با تو هیچ چیز نشود. تو رو به خداوند میسپارم، به خداوند. همراه تلفنی موبیلی داری؟ باشد چی کار میکنی ناکس؟ برای تو را زدم، به تلفن احتیاج نیست. یگید برای گوش نکردنشون تو رو به اینجا جیغ زدم. یک مسئله جدی است. درباره من چی فکر کردنت رو میدانم. پسرم رو تو دزدیدی. من دزدیدم چون که در دست دیگر کس به خطر نمی بود. برای همین گریزانیدن لازم آمد. به هر حال من امکی وای به حساب می روم. باز همین خیلی آرام گپ بزنی رزیل. مایلش مرا کش، گیر زلفی خورت را. قبرم رو یک جای کندیم، اما اول گپم رو گوش کن. همش برای من امتحان بود. همش ترونه من رو امتحان میکردم. کی بودنش را دانستنت شرط نیست. شخصانی نامعلوم. پس برای چی فرزندی من رو دزدیدی؟ باید به این گروه داخل می شدم. خیلی وقت باز مرا تفتیش می کردند. آنها هم من و هم تو رو می دانند. دوستای زمانی اکادمی و از کمیته اطلاعات بودنم رو نیز می دانند. چرا تو چون این راه را انتخاب کردی؟ برای آنکه مرا با گروه خود گیرند دلیل لازم بود. بیهوده برای من قبر نکندیم. نقشه ممکن به کار نمی آمد. اما مرا همچون جاسوس دو طرف استفاده بردند. آنها برای مرا امتحان کردند. از همه دوستی نزدیکم را انتخاب کردند، یعنی تو رو. زود این کار را به عهده گرفتم، یعنی دزدیدن فرزند تو فاتح را به آنها معقول شد. نیت اساسی من او را به دستان خود دزدیده خوبتر نگاه کردن بود، چون که بعضی چیزها به گفتگو در زیر نظارت من میشد. چی کاری ابله نکردی تو؟ عقلت را خوردی مگر؟ کودک 3 ماهه من چی گناه داشت بگو؟ چشمم همیشه با او بود یگید، همیشه. اجازت نمیدادم با او آسیب برسد. مشت و لگتی که مرا زدی چی بود؟ همون شب قریب بود که میکشی، حتی سلاحت رو به سرم گذاشتی. این هماش یک قسم امتحان بود، سنجش بود. اگر همون حریف پران میگفت، همون شب من نقشه رو دیگر خیل اجرا میکردم. در واقع تو رو از راه آهن آدمی من نجات داد. همون فروش؟ بله. وای حریف کی بود؟ همون که لباسای سیاه داشت. گفتن نمیتوانم. با مدیرت گپ زده بودم. میدونم. میدونستی؟ البته غیر از من تنها وای وارد این کار بود. همه چیز رو میدونست. این عملیات رو یک جای کرده ایستاده ایم. همه چیز از اول مثل نقشه کرده همون پیش میرفت. با آنها کم کم معلومات های ناپوره میدادیم. در زیر نظارت خودمون بود. گویا من برای آنها جاسوسی دو طرفه بودم، لیکن در بین آنها ایستاده و اداره امنیت معلومات جمع میکردم. آن همه اغواهایی که با من کردی چه خیلی که گفتم همش امتحان بود. آن بین ناموسان مرا میسنجیدند، اما در نقشه اشان تو هم بوده میتوانستی. اما این موضوع را احساس نکردم. همه این برای سنجش من بود. وای زن چی؟ کدام زن؟ زنی که به من زنگ میزد. برای دونستن نام آن زن قریب همه دندانهایم رو میکندید. همه رو پیشکی میدونست آن زن. برای چی میخندی؟ تو حالا هم نمیفهمی. همش یک بازی تئاتری بود. او چی رو میدونست؟ کی رو میدونست؟ انسان تنها کارهای کردگی خودش رو خوب میدونه. همین خیل نه؟ یعنی وای زن هم با آنها بود. ممکن مقصدشان سری تو رو گرم کرده کردارت رو عوض کردن میخواستند. آن زن هم در وقتهای مشکلی زنگ زده گویا با تو یاری میرسوند که با او دوست شوی. در آخر با آن زن باور میکردی و اگر با تو یگون چیزی نادرست فرمایند هم نمیفهمیدی. مثل که با بعضی دوستانت در جای کارت گمانی بد کنی، بعد تو هم
مثل آنها میشدی. پلیسی که به دولت و وظیفه‌اش باوری نداشته باشد چی میشود؟ چی میشود؟ من گویم مثل همون آدم ها میشود. یعنی مسئله صورت حساب بانک انیقش رو نمیدانم، لیکن وی زن تو رو برای کارهایش را پیش بردن استفاده برد. نباشد تیمور با این کار دخل ندارد. گپ‌ها را حاضر فراموش کن. از این پس برایت دوره وزین آغاز می‌یابد. برای چی؟ پسرت تو را انتظار است. چی؟ وای در حقیقت تو چی؟ از دو یکی همان ضرر می‌دیدیم. اگر همین کودک نمی‌شد قبر من همیشه تیار است. میمدو رفتنم لازم. صحبت کرده همون رو فراموش کن. چقدر که گفتم برای تو دوره وزین سر می شود، اما امیدت رو نکن. میلش من کوشش میکنم با تو در تماس باشم، اما تو با من در تماس شدن را کوشش نکن. امکانی تماسگیری هم نیست. با مدیر هم مناسبت نکن. میلش حقت رو حلال کن. جورا جان تو همه رو ببخش. خداحافظ جورا جان. در نبودن فرزندم فاتح مثل موسی شده است. فاتح فاتح وقتی خانه رفتن شد فاتح جان، یاریده خوب شد اصلا. این طرفتر بیایید سر کنید سر. احتیاط کنید. تمام.
چی گپ؟ با فاتح هم هوای بحر رو نفس کشیم گفتیم سردارم. برادر، با صورت حساب بانکیت و مقدار زیاد پول انتقال یافته است. با فرمان پروکورور باید ما تو را دستگیر کنیم. میبخشی؟ تو هم مرا ببخش. وظیفه‌ات را اجرا کن. دستبند در کار نی. بیا رفتیم برادر. حلیمه او را ناز نگاه کن. وقتی آخر او را کم بوسه کردم. و جای من او را بسیار بسیار بوس. ای بحر، تو بسیار سرها رو گوش کرده. سر همین کار رو به من فهمون بده.